سلام، من علی پیشگردم و به 7مین قسمت از آموزش پایتون خوش اومدید. اول از همه ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر بشید. تو این قسمت قراره با رشته ها یا استرینگ ها داخل پایتون آشنا بشید. تو این قسمت قراره با رشته یا استرینگ و متداش بیشتر آشنا بشیم. خب اولین کاری که لازمه انجام بدیم اینه که فایلمون رو باز کنیم یا یه فایل جدید بسازیم. من ترجیح میدم همون فایل سری پیش رو باز کنم و اون رو شروع کنیم با هم کار کردن. خب توی فایلمون یه سری کد داشتیم که با اونا کاری نداریم. من کدا رو پاک میکنم. میام یه تکست تعریف میکنم، میگم یه متغیر بساز به اسم تکست، برابرش بذار با هلو پایتون. به این میگن یه رشته. هر چیزی که ما داخل دبل کوتیشن بذاریم و بهش یه رشته یا استرینگ میگیم. این رشته یا استرینگ ما میتونه داخل دبل کوتیشن باشه یا داخل سینگل کوتیشن باشه. فرقی نمیکنه که این داخل دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشه، ولی اصولا توی زبونهای مختلف برنامه‌نویسی ما میایم رشته رو با دبل کوتیشن مشخص میکنیم و کاراکتر رو با سینگل کوتیشن. کاراکتر چیه؟ وقتی یک حرف تکی داریم، مثلا من یه متغیر به اسم A بسازم، یه مقدار حرف A رو بریزم داخلش. وقتی یه دونه تکی داریم عموما میان توی برنامه‌نویسی از سینگل کوتیشن استفاده میکنن، ولی وقتی یه جمله یک دنباله از کاراکترها داریم که به اصطلاحا یه رشته یا استرینگ بهش میگن، داخل دبل کوتیشن میذاریمش. حالا رشته ها رو اگه بخوایم همین رو ما چاپش کنیم، میگیم پرینت کن برامون تکست. پرینت همون دستور چاپ کردنه، میگم برام چاپش کن تکست رو. اگه اجراش کنم برام همون هلو پایتونی که اینجا بود رو چاپ میکنه. یه کار دیگه که میشه با رشته ها انجام داد اینه که دو تا رشته رو به هم دیگه بچسبونیم. دو تا کلمه یا دو تا جمله مختلف رو بیایم با هم دیگه بچسبونیم و یه کلمه یا یه جمله جدید رو بسازیم. خب من الان میام اینجا یه متغیر دیگه تعریف میکنم به اسم تکست 2. میگم این تکست 2 برابر باشه با welcome بعد بیام بگم این دوتا کلمه رو بریز داخل یه متغیر دیگه، این هلو پایتون و ویلکامو، که یه رشته جدید بسازم. میگم یه رشته دارم به اسم ریزالت که برابر با تکست به علاوه تکست 2. حالا میگم این ریزالت رو برای من چاپش کن. حالا من اگه اینو اجرا کنم برام هلو پایتون ویلکام رو چاپ کرد، ولی پایتون ویلکامش به هم چسبید. برای اینکه یه فاصله داشته باشه، یه کاری اینه که من بیام اول این کلمه یه فاصله بندازم و بعد چاپش کنم که برام هلو پایتون ویلکام با فاصله چاپ کنه. یه راه دیگه‌اش اینه که من اینجا یه فاصله بندازم بگم هلو پایتون ویلکام و اینجوری برام چاپ کنه، یا اینکه نه میخوام همینجا بذارم موقعی که دارم ریزالت رو میسازم. میگم تکست 1 رو بساز جمع کن با یه متغیری یه دبل کوتیشن بذارم، یه فاصله بینش بدم، دوباره دبل کوتیشن و یه به علاوه بگم تکست 1 به علاوه یه دونه فاصله به علاوه تکست 2 رو بریز داخل ریزالت. حالا اگه من ریزالت رو چاپ کنم برام هلو پایتون ویلکام رو به شکل یک رشته یک جا چاپ کرد. میتونم به جز این من رشته ها رو به جز این که داخل متغیر را ذخیره کنم، همینجا داخل پرینت هم رشته چاپ کنم. من یه بار اینو ببندم. خب بیام بگم هلو پایتون
همینجوری بگم داخل این چاپش کن، یعنی کاری با این متغیرهایی که تعریف کردم به اسم تکست و تکست یک و ریزالت نداشته باشم. هلو پایتون رو مستقیم همینجا چاپ کنم که برام هلو پایتون رو مستقیم چاپ میکنه. یا یه کارهای دیگه که میشه با این رشته ها انجام داد اینه که طول یه رشته رو ما به دست بیاریم که طولش چقدره. برای این کار من بیام اول اینجا بگم همون ریزالت رو برام چاپ کن، بیام بگم یه متغیر دیگه داریم به اسم تکست لن. داخل این بیام بگم یه دستوری وجود داره به اسم لن. این دستور لن یه تابع است که یه ورودی داره، ورودی تابع داخل پرانتزه. تابع چیه؟ تابع یه دستگاهی شما فرض کنید که یه ورودی داره و یه سری خروجی بهتون میده، یه که چند تا ورودی داره و یه خروجی بهتون میده، به این میگن تابع. حالا جلوتر که به خود درس تابع برسیم مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. الان فعلا میخوایم با یه تابع یا یه دستوری کار کنیم. این لن یه دستوریه که طول یه رشته رو بهمون میده، یه پرانتز باز و بسته داره. ما جلوی این هر مقداری که بذاریم طول اون مقدار رو بهمون میگه. من میخوام بگم طول ریزالت رو بهم بگو. میگم یه متغیر ساختم به اسم تکست لن ریزالت رو بهمون بده، طول رشته ریزالت رو بهمون بریز داخل این. حالا اگه من بیام اینو چاپ کنم بگم تکست لن رو برای من چاپ کن، اول خود اینو چاپ کرد، خود هلو پایتون ولکام و طول کلیشو گفت طولش 20. خب حالا من اگه بیام بشمارم اینم طولش 20 یا نه، 20 تا رشته است یا نه. 1 2 3 4 5، یه فاصله 6 7 8 9 10 11 12. هلو پایتون 12 تا کاراکتر، 13 14 15 16 17 18 19. با ولکامش میشه 19 تا و یه دونه هم اینجا ما فاصله انداختیم بینشون دیگه، میشه طولش 20 تا. الان اینجا طول این رشته ما 20 کاراکتر. حالا من به جای اینکه ریزالت رو بیام چاپ کنم بیام بگم تکست 2 رو برای من چاپ کن طولشو. تکست 2 7 تاست دیگه، ولکام 7 تا حرف داخل. یا میتونم اینجا به جای اینکه من یه متغیر بدم بگم مستقیم هلو پایتون رو بگو طولش چنده. دیگه نیومدم متغیرش رو بگم تکست و لن تکست رو بگو، میگم لن خود هلو پایتون رو بگو. هلو پایتون طولش 12، یه فاصله داره و 12 تا طولشه. این یه دستوری که میشه طول متغیرها رو برامون حساب کنه. پس نیازی نیست اینجا حتما اسم متغیر باشه، میتونه خود یک رشته رو داخل لن بذاریم. خب اینو من برگردونم به همون ریزالت، بریم سراغ دستور بعدی. کار بعدی که میشه با رشته ها کرد اینه که تمام حروف این رشته رو بزرگ کرد. بیام یه متغیر دیگه تعریف کنم به اسم تکست، بگم تکست 3 برابر باشه با ریزالت دات، میخوام از یه تابع دیگه استفاده کنم، لوور. لوور چیکار میکنه؟ میاد تمام حروف رو کوچیک میکنه. لوور میاد کوچیک میکنه، آپر بزرگ میکنه. که الان من میخوام تمام کلمه هایی که داخل این رشته هست برام کوچیکشون کنه حروفشو. الان من اگه اجرا کنم پرینتش کنم تکست 3 رو اجرا کنم. خب کلمه اصلی برامون چند بود؟ کلمه اصلیمون این بود دیگه، هلو پایتون ولکام. من این ولکام هم ویشو بزرگ بذارم، دوباره اجرا کنیم، دوباره ببندم اجرا. خب هلو پایتون ولکام رو برای من اجرا کرد. نگاه کنیم اولش حروف اول هلو، حروف اول پایتون و حروف اول ولکام بزرگن، ولی وقتی من اومدم گفتم بیا لوورش کن چیکار کرد؟ تمام حروف رو برام کوچیک کرد. لوور یه تابع مثل لن و مقداری رو میگیره و حروفش رو کوچیک میکنه. فرقش اینه که توی لن ما
مقدار رو داخل خود پرانتز تابعه میدادیم، اینجا ما اول اسم متغیر رو میدیم، بعد یه دات میذاریم و مقدارش رو میگیم کوچیک کن. حالا اینم میشه به جای اینکه این کار رو بکنیم یه رشته رو بهش بدیم، مثلا رشته سلام رو من بهش بدم، بگم اجرا کن. برام سلامم حروفش رو کوچیک کرد، من اسش رو با بزرگ نوشته بودم، حالا اینکه مشخص تر باشه ایش هم بزرگ می‌نویسم، میگم اجرا کن و الان نگاه کنی باز برام تمام حروف سلام رو به حروف کوچیک تبدیل کرد و نشوند. خب من اینو برگردونم اول به حالت قبلی، این میشه result و حالا یه چیز دیگه که داریم میشه بنویسم تکست 4 برابر با result، دقیقاً برعکس همین لاور. میگم چیکار کن؟ آپر کن. آپر چیه؟ میگه تمام حروف که داخل این وجود داره رو برام بزرگش کن. بگم پرینتش کن تکست 4. خب من اگه الان اجرا کنم برام یه بار اول تمام این خودش رو چاپ کرد، بعدی چیه؟ این لنشه که چاپ کرد، بعد اومد تمام حروفش رو کوچیک کرد، بعد الان برای من این باری که چاپ کرد و این آخریه که گفتم آپر کن تمام حروف رو برام بزرگ کرد و چاپش کرد. این از این. حالا دستور بعدی که داریم توی رشته ها اینه که ما میتونیم بگیم ایندکسش چیه، جاش کجاست. مثلا ما یه کلمه یه حرفی رو توی این کلمه هلو انتخاب میکنیم، میخوایم بگیم جای حرف اچ داخل رشتهمون کجاست، چندمین جای توی رشته. مثلا هلو الان اولین جای دیگه، پس ببینیم این هلو جاش کجاست، مثلا اچ اولین جای دیگه. خب میگم یه چیز دیگه داریم، من یه تکست 5 تعریف کنم، بگم این میشه result dot indexed، یه دستور داریم به اسم ایندکس. حالا توی ایندکس ما میایم میگیم چه چیزی رو میخوایم ایندکسش رو پیدا کنیم. من میگم کلمه h رو میخوام ایندکسش رو برام پیدا کنیم، من میگم حالا برام پرینت کن تکست 5، اجراش کنم. اجرا که کنیم برام 0 رو برگردون. چرا 0؟ چون رشته ها جایگاه هاشون از 0 شروع میشه تا آخر میره، نه از 1، از 0 شروع میشه جایگاه خونه هر رشته. حالا اگه من حرف بعدی کلممون یعنی ای رو بزنم و اجرا کنم به هم میگه جایگاهش 1، دیگه نمیگه جایگاهش 0، این بار جایگاهش 1، خونه 1 اونجا قرار داره. من حالا به جز این میتونم یک کلمه رو هم به عنوان ورودی بهش بدم. مثلا من بگم کلمه پایتون رو برام پیداش کن، بگو خونه کجا قرار داره، میگه 6. کلمه پایتون 6میه، 1 2 3. اولی باید بگیم 0، از 0 شروع میشه دیگه، پس گفتیم خونه از 0 شروع میشه، 0 1 2 3 4 5 و پی حرف 6. اولین خونه یک کلمه رو به عنوان خروجی به همون برمیگردونه که اولین حروف پایتون پیه و این هم توی جایگاه 6 اون رشته قرار داره. برام چاپش کرد 6. خب حالا به جز این بیایم اگه بهش یه چیزی بدیم که وجود نداره، مثلا چی اینجا وجود نداره، من یه حرف اچ کوچیک رو بزنم. اچ کوچیک توی این ایندکس وجود نداره دیگه. من حالا اجرا کنم، اینو ببندم یه بار اجرا کنم اچ کوچیکو. اچ کوچیکو داشتیم، اینجا داشتیم توی پایتون اچ کوچیک رو داشتیم. یک حرف مثلا ای بزرگ رو نداریم، یه ای بزرگ بهش بدیم. من اینو ببندم بگم حرف ای بزرگ. اچ کوچیکو دقت کردید اینجا بود و به همون نشونش داد. حالا اگه یه حرفی ازش 2 باشه چی؟ مثلا اینجا از او 2 داریم، یه دونه اینجا یه دونه هم اینجا. من اگه او کوچیکو بهش بدم و بگم اجرا کن 4 رو برمیگردونه. 0 1 2 3 4 اولین او رو برمیگردونه. یعنی ما این وقتی که داره میگرده اگه از یه چیزی 2 باشه اولین مقداری که پیدا میکنه رو خروجی به همون میده، میگه جایگاهش اینجاست.
حالا اگه یه حرفی بهش بدیم نباشه، اوی بزرگ رو بدم جای او، برام ارور میده، میگه چنین حرفی وجود نداره داخل رشتمون. پس اگه یه چیزی بدیم که وجود نداشته باشه به همون ارور میده، اگه یه چیزی بدیم که ازش 2 تا وجود داشته باشه اولیشو میده. خب دستور بعدی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم، یه دستور دیگه هست به اسم ریپلیس. من میام یه تکست 6 میسازم، میگم ریزالتو دات ریپلیس کن. همونجور که بزنیم اینجا میاد دیگه بهمون نشون میده یه سری دستور. ریپلیس کن. خب ریپلیس چیه؟ میگم جاگذاری کن، جاهاشون رو عوض کن، یعنی به جای فلان حرف برام یه حرف دیگه بذار. من اینجا مثلا میخوام بگم به جای این حروف او یا به جای این حروف ای که توی کل کلمه، به جای هر حرف ای که تو کلمه دیدی مقدار حرف بزرگش رو جاگذاری کن. من میگم به جای اولین مقداری که باید بهش عنوان ورودی بدیم حرفیه که میخوایم تغییر کنه. من میگم ای کوچیک و یه ویرگول میذاریم، دوباره یه مقدار دیگه باید بهش بدیم. حالا میخوایم بگیم این ای جاش بشه ای بزرگ. حالا بگم پرینتش کن تکست 6. الان اگه من اینو اجرا کنم باید به جای تمام حروف ای که اینجا وجود داره 1 2 تا 3 تا ای که اینجا وجود داره به جاش ای کوچیک یه بزرگ رو بذار. من دوباره اینو ببندم دوباره. خب به هم ارور داد. اینو ما درست نکردیم، میگه این اوه وجود نداره. بذار من اینو یه چیزی بزنم که وجود داره، همین اچ بزرگ خوب تا اجرا کنم. خب چیکار کرد؟ اگه دقت کنیم اینجا اومد تمام ای ها رو پیدا کرد. حرف دوممون ای بود، ای کوچیک رو تبدیل به بزرگ کرد. توی ولکام هم دوباره اینجا ای داشتیم، اینجا هم ای داشتیم. تمام حروف که ای داشت رو جاگذاری کرد به جای حروف جدید. خب ما حالا به جای ای بگم چه میدونم حرف ای بزرگ رو بذار جاش که ببینیم کار میکنه. جاش کار کرد. حتی اگه یه حرفی ازش یه دونه هم وجود داشته باشه این کار رو برامون میکنه. مثلا حرف N یه دونه ازش وجود داره، میگم جای حروف N بذار A. اینجا جای N برام A گذاشت. حالا اگه یه چیزی وجود نداشته باشه چی؟ مثلا یه حرف وجود نداره S وجود نداره داخل این کلمه ها دیگه. من اگه اینو بذارم بگم جاگذاری کن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اروری به من نمیده، هیچ اتفاقی هم نمیفته چون اس وجود نداره، هیچ تغییری نمیکنه، همون رشته رو دقیقاً عینش رو برامون چاپ میکنه چون ازش وجود نداشت مقدار اسی. خب یه چیز دیگه و آخرین چیزی که داشتیم توی رشته ها اینه که ما میتونیم یک حرف خاص رو از طریق جایگاهش پیدا کنیم که چیه. یعنی چی؟ مثلا من اینجا بگم پرینت کن برام ریزالت. اومدم چیکار کردم؟ یه براکت باز و بسته گذاشتم خب جلوی ریزالت. حالا میخوام بگم این حرف، میخوام بگم این مثلا که صفرمین خونه است، کلمه اچ گفتیم چیه؟ صفرمین خونه مونه. میگم کلمه صفرم رو برا من چاپ کن، پرینت کن توی این رشته خونه صفرمو. الان خونه صفرم من توی این رشته اچه. اگه من اجراش کنم برام حرف اچ رو چاپ کرد. یا بیام بگم خونه یکم رو برام چاپ کن. خونه یکم چیه؟ حرف ای کوچیک. الان اگه اجرا کنم حرف ای کوچیک رو برام چاپش کرد. پس چی؟ ما میتونیم با استفاده از براکت به خونه های مختلف یه رشته دسترسی داشته باشیم. مثلا ما الان میتونیم رشته خونه یکم این رشته رو اگه چاپ کنیم حرف ای رو برامون چاپ میکنه. این تعدادی از کارهایی بود که میشد با رشته ها انجام داد که من الان یه مرور میکنم و یه جنبندی رو تمامش کنم. خب اولین کاری که کردیم چی بود؟ گفتیم میتونیم یه رشته رو همینجوری چاپ کنیم. گفتیم رشته ها میتونن داخل دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشن، این از این، و میتونن رشته ها به هم دیگه جمع بشن. میتونیم 2 تا رشته رو به هم دیگه بچسبونیم. اینجا حالا من اومدم 3 تا رشته مختلف رو به هم دیگه چسبوندم.
میتونیم طول رشته ها رو به دست بیاریم با استفاده از دستور لن که یه تابع است. میایم اسم یه متغیر یا یک رشته رو بهش میدیم، میگیم طول این رشته ها رو به همون برگردون. یا میتونیم تمام حروفش رو با استفاده از لوور تمام حروف یک رشته رو بزرگ کنیم، یا حتی تمام حروف یک رشته رو کوچیک کنیم با استفاده از لوور کوچیک کنیم، با استفاده از آپر تمام حروف یه متغیر رو بزرگ کنیم. پس لوور شد تمام حروف رو کوچیک میکنه، آپر تمام حروف رو بزرگ میکنه برامون. یه چیز دیگه ای که داشتیم ایندکس بود. ایندکس گفتیم یک حرف یک کاراکتر از یه رشته رو بهش میدیم یا یک کلمه رو به همون میگه کجای این رشته است، جایگاهش رو میده. و اینکه متوجه شدیم جایگاه رشته ها از 0 شروع میشه نه از 1، که خونه صفرم این رشته هم اچه مثلا. و بعد چیزی دیگه ای که یاد گرفتیم ریپلیس بود. گفتیم توی ریپلیس ما میتونیم یک حرف رو به جاش یک حرف دیگه بذاریم، یا حتی میتونیم یک کلمه رو جایگزین یک کلمه دیگه بکنیم. مثلا من اینجا میتونم کلمه هلو رو جاش بردارم بذارم سلام. و آخرین چیزی هم که گفتم ما میتونیم با استفاده از عدد خونه های این رشته مقدار داخلش رو به دست بیاریم. اگه مثلا اینجا عدد 1 رو بهش داخل یه براکت بدم، به هم حرف ای رو چاپ میکنه، چون از 0 شروع میشه یک رشته. خوشحال میشم اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل منم سابسکرایب داشته باشید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.